به نام خدا. با سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمتتون هستیم با تحلیل سریال زخم کاری و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. میخوایم بررسی کنیم این سریال رو. خب به هر حال قطعا میدونید خیلی راجع به این سریال حرف زیاد زدن و کلا صحبت زیادی شده و حالا خیلی ها گفتن که فصل 2 واقعا اون کیفیت فصل اول نداره و افت شدیدی رو نسبت به فصل 1 شاهد بودیم و کلا کیفیت نداره و خیلی دیگه اصلا ول کردن دیدن این فصل رو. من میخوام از دریچه متفاوتی بررسی کنم اتفاقاتی که در این فصل تا این جای کار رقم خورد رو من براتون توضیح بدم. خب الان تا الان یه 5 قسمتی از فصل 2 گذشته و من یه جوری میخوام مقایسه کنم فصل 1 و 2 رو و واکاوی کنم که چرا در واقع اینجوری شده سریال و کمتر کسی اقبال نشون میده به فصل 2 این سریال. خب میخوام اول از همه بررسی کنم بازیگرای این فصل رو، حالا به جز حالا ایشون که در تصویر میبینید. بقیه بازیگرای جدید این فصل رو خب ما بررسی خواهیم کرد و بازیگری که شاخص این فصل هستن و جدید اضافه شدن در فصل 2 رو بررسی خواهیم کرد. حالا قبل از اینکه بررسی کنیم بازیگری جدید این فصل رو، میخوام با بازی آقای امینی تبار، مرتضی امینی تبار در واقع بررسی کنیم که خب فصل 1 به حال ایشون بازی کردن، ولی حالا در فصل 2 خیلی میگن کلا بازیشون به دل نمیشین و از این حرفا و خب من معتقدم که حالا تا حدی درست میگن این افرادی که مخالف بازی ایشون هستن. خب به هر حال ایشون چیز هستن، به عبارتی تجربه کمی دارن و همین تجربه کمیشون باعث میشه که خیلی نتونن خوب عمل کنن. حالا راجع به این موضوع من اتفاقا میخوام صحبت کنم و یه جور بحث اصلی من اصلا در این برنامه همین هستش. و عرض به حضورتون که این برنامه گفتم آقای امینی تبار حالا فصل 1 بازی کردن، خام بودن قطعا نسبت به این فصل و فصل 2 حالا من به شخص نظر خودم بازی بهتری رو داشتن نسبت به فصل 1. ولی خب این که ایشون رو حالا بخوان شبیه مالک در بیارن خیلی خوب در نیومده مسلما، چون حالا در مقایسه با جواد عزتی قرار میگیرن که با مثلا سالهای سال تجربه بازیگری هستش و حالا مرتضی امینی تباری که 2-3 سال شاید تجربه حرفه‌ای داشته باشه در این عرصه و خب عملا خیلی نمیتونه کار بازی درخشانی رو در این کار انجام بده و این از ایشون. حالا بریم سراغ گزینه‌های بعدیمون که بخوایم بررسی کنیم خدمتتون. و بله ایشون که خیلی راجع ایشون خیلی حرف دارم. نقش طلویی که من معتقدم شاید بزرگترین اشتباهی که آقای مهدویان کارگردانی کار کرد همین باشه که کامبیز دیرباز رو برای این نقش انتخاب کرد که اصلا یک حماقت محض و یک خودکشی بود به نظر من برای این سریال و معتقدم خیلی گزینه‌های بهتری میتونستن برای این نقش انتخاب بشن که خب آقای مهدویان گویا در نظر نگرفتشون این گزینه ها رو. و حالا من تا جایی که میدونم مثلا قرار بود گزینه اول آقای مهدویان هادی اجازی فر بود که اصلا خدا رو شکر ایشون انتخاب نشد، وگرنه دیگه تر زده میشد به کارنامه ایشون در پوست شیر، کارنامه درخشان ایشون در پوست شیر عملا زیر سوال میرفت با پذیرفتن نقش طلویی. البته آقای کامبیز دیرباز هم خیلی اشتباه کردن، چون عملا البته من اینو بهتون بگم واقعا کامبیز دیرباز بازیگر خوبیه، من خودم به شخصه واقعا هیچ کدومون قطعا بازی درخشانش تو فیلم اخراجی ها رو از یادمون نمیره، ولی خب حقیقت بگیم دیگه همونجوری که خیلی از مخاطبانم اذعان کردن بازیشون واقعا در این نقش به دل اصلا ننشسته و برای من هم حتی به عنوان مخاطبی که سعی میکنم منصفانه بررسی کنم باز معتقدم واقعا درست میگن و نقش به ایشون اصلا ننشسته. من خودم به شخص معتقدم اگه مثلا کسی مثل امیر آقایی انتخاب میشد برای این نقش خیلی بهتر میتونست در بیاره این نقش و اصلا سریال خیلی بهتر میشد قطعا. حالا خیلی هم مثلا میگن فیلمنامه داستان اینه که ضعف این سریاله، ولی من معتقدم که اگه واقعا یک بازیگر خوبی باشه در این نقش و این نقش رو میگرفت میتونست ضعف فیلمنامه رو تا حدی جبران کنه و امیر آقایی میتونست این کارو بکنه که خب در واقع مهدویان ندیدش گرفت و عملا یه جورایی دیگه سعی کرد با کسایی کار بکنه که همون کادر قبلیش بودن دیگه. یه جور واقعا آفت شده برای مثلا سینمای ما کلا که اصلا هر کارگردانی میره با همون اولا با اون کادر قبلی خودش کار میکنه و
از کادر با تجربه های دیگری که حالا باشون کار نکرده استفاده نمیکنه و متاسفانه این آفت رو در همینجا میبینید در این سریال. و اگر امیر آقایی یا مثلا آقای مهدی سلطانی نقش رو بازی میکردن خیلی بهتر بود وضعیت و یک نقش طولویی واقعا خوبی رو شاهد بودیم از در این سریال. و اما گزینه بعدی که میخوام راجع به بازیشون حرف بزنم، بله ایشون نگار نیکدل اسمشون هست که بازیگر نقش شیدا در این سریال هستن. خب حالا دیگه عکس دیگه تو سریال از ایشون نداشتیم دیگه، همینو مجبور شدیم انتخاب کنیم برای ایشون. و بخوام خدمتتون بگم بابت حالا بازی ایشون در این سریال، خب خیلی ها به بازی ایشون هم حمله کردن، گفتن کلا حالا خوب نیست بازیشون از این حرفا. ولی ببینید دوستان عزیز، من میخوام یک دریچه‌ای من بررسی کنم بازیگر این سریالو که شاید کمتر کسی بهش اشاره کرده باشه. همین خانم نگار نیکدل که شما در تصویر میبینیدشون، خب تجربه بازیگریشو به نگاه کنید تجربه بازیگری چندانی نداره. خب و یه دونه حالا بازی دو سریال رحیل گویا دارن ایشون و تجربه چندانی عملا ندارن. خب و با توجه به تجربه ایشون، من دارم به نسبت تجربه ایشون میگم، تجربه بازیگری ایشون دارم میگم، اگه مثلا یه بازیگری بودن که 20 سال تجربه داشتن مثلا کامبیز دیرباز، مثلا خب 20 سال تجربه بازیگری داره ایشون دیگه، اگه مثلا کامبیز دیرباز بود میگفتم نه خوب نیست بازی ایشون، خوب نیست. اما با توجه به تجربه ایشون بازیگری، به نسبت تجربه بازیگری ایشون، حالا دوران فعالیت ایشون که چقدر تجربه نقش جدی داره، من میگم که بازی ایشون قابل قبوله. حالا نمیگم خوبه یا بده، نه میگم بازی متوسطی دارن و به نسبت تجربهشون خوب عمل کردن. انصافا بخوایم بگیم، حالا یه سری گفتم مثل خیلی توپیدن به ایشون برخلاف همینجور مثل خیلی بازیگری دیگه که حالا گفتن اکثر بازیگرا کلا بد بودن، حالا من معتقدم ایشون بد کار نکرد به نسبت تجربه ایشون. دارم عرض میکنم، بازم دارم میگم اگه تجربه ایشون مثلا 20 سال بود قطعا میگفتم بازی خوبی ندارن، اما چون تجربه ایشون کم هستش، من به نسبت تجربه میگم بازی قابل قبولی از خودشون نشون دادن. و اما گزینه بعدی، بله ایشون آیه مهران غفوریان. خب ایشون هم خیلی بهشون حمله کردن و گفتن که نمیدونم نقش به دلشون ننشسته. من مخالفم، چون معتقدم اتفاقا نقش شفاعت بد نبود، یعنی بد کار نکرد تو این نقش، یعنی بازی بدی رو ندیدم از ایشون، یعنی حالا کاری به کاره دیگه ایشون ندارم، اما خب توی این سریال بازی بدی از خودشون نشون ندادن. حالا نمیگم عالی بودن نه، ولی بازی متوسطی داشتن دیگه به هر حال، یعنی اونجوری هم نبود که رو اعصاب باشه. و اما گزینه بعدی که این هم بگم خدمتتون، بعد خانم لازم ملک که خب ایشون هم حالا با وضعیتی مثل نگار نیکدل رو دارن که خب ایشون هم تجربه چندانی ندارن دیگه در عرصه سریال. خب یه سریال سقوط از ایشون دیدیم که حالا اونجا شاید نقش جدی داشتن نسبتاً و یه چند تا تئاتر دیدیم از ایشون. و خب با توجه به تجربیاتشون از عرصه بازیگری که حالا بگیریم مثلا 4-5 سالشون دارن در این حوزه فعالیت جدی میکنن، خب با توجه به تجربه 4-5 ساله ایشون خوب بازی کردن. حالا نمیگم عالی بودن، نه قطعا ایرادات هم کم نداشتن، ولی بعدم دیگه نبودن انصافا، یعنی بگیم قابل قبول بود، یعنی در حد اینکه رو اعصاب نباشه اوکیه، یعنی مثلا به اصطلاح قابل قبوله دیگه، یعنی میشه تحملش کرد بازی ایشون رو، در این حد خوبه. یعنی مثلا حالا من اتفاقا راجع میخوام بهتون بگم، ببینید یه جوری مهدویان ریسک کرد برای این سریال و به خصوص تو این فصل مثلا از کسایی استفاده کرد که تجربه کمی دارن، مثلا خانم لازم ملک یا مثلا خانم نگار نیکدل که دیدین تصویرشو، چنین کسایی رو استفاده کردن که تجربهشون کمه تو حوزه بازیگری و یه جور جوانگرایی کرد تو این فصل. و با توجه به جوانگرایی خب طبیعیه سریال افت کنه، چون عملا اونایی که نقش پررنگ دارن، حالا در فصل با تجربه کار هستن، خب عملا دیگه با حاشیه رفتن، به جز حالا خانم آزادی برای که همچنان
در قالب نقش اصلی داره کار میکنه. بقیه دیگه عملا با حاشیه رفتن، مثل جواد عزتی، نمیدونم بقیه افراد که در فصل 1 بودن و حالا تجربه زیادی هم در بازیگری دارن. فصل 1 رو شاید یک از علتاش اینه که خوب عمل کرد، تونست خوب مخاطب بگیره، به همین خاطره که بازیگری با تجربه‌ای تو فصل 1 بودن. ببینید دوستان عزیز، در فصل 1 ما بازیگری خب کسایی رو داشتیم تو فصل بازی میکردن که واقعا شاخ بودن تو حوزه بازیگری، مثلا خانم آنی توسلی، جواد عزتی، نمیدونم رعنا زالیبر، کسایی که واقعا 20 ساله مثلا حداقل دارن تو این حوزه بازیگری فعالیت میکنن، یعنی واقعا 20 ساله دارن تو عمرشون رو مثلا گذاشتن تو این حوزه و واقعا یعنی تجربه دارن تو این عرصه و مسلمه که مثلا نقش رو مثل یه چیزی بلدن، راحت میدونی از پسش بر میتونن بیان. ولی مثلا تو فصل 2 یه جوری مهدویان جوانگرایی کرده، یعنی مثلا بیشتر مثلا کسایی رو آورده روی کار که تجربه کمی دارن تو حوزه بازیگری، مثلا همین خانم ناز ملک یا مثلا خانم نگار نیکدل، حالا کسایی مثل ایشون یا همین مرتضی امینی تبار، کسایی که تجربه چندانی ندارن تو عرصه بازیگری و تخامن عملا تو این عرصه به نسبت بازیگری فصل 1 و طبیعیه که سریال افت کنه، چون اینکه حالا شما یک بار جوانگرایی کنید و نقشای اصلی رو بدید به کسایی که تجربه چندانی ندارن تو حوزه بازیگری، خب مسلمه سریال افت خواهد کرد و چشم مخاطب میفته سریال و همین دیگه. اینجوری من بررسیم از این نظر بود که حالا کمتر کسی بهش اشاره کرد. خب خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم توی این برنامه. امیدوارم دوست داشته باشید. اگه نظر داشتید حتما نظر بدید، حالا ما رو هم سابسکرایب کنید. خوشحالم که در خدمتتون بودم.